درباره 9.2% رشد کردن مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2021 نخست وزیر روز 20 ینور در جلسه جنبسته حکومت خبر داد. به گفته قاهر رسولزاده مجموع محصولات داخلی حالا قریب به 99 میلیارد سومانی یا نزدیک 9 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاددان‌های نزدیک به مقامات به درستی این آمار تاکید دارند. تاجیکستان این رشدش واقعا هم درست است به نظر من. برای چی این آمارهای هم همین دلیل اون است؟ برای اون که ذخیره‌های اقتصادی و ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان از اکنون از خود کردن را آغاز شده است. انرژتیکی که استحصالش نسبت به سالهای 90 خیلی زیاد شده ایستاده است. همین عامل‌های این رشد است. اما کارشناسان سبب یکباره رشد اقتصاد را در دیگر چیز شرح می‌دهند. 3 کارشناس همصحبت رادیوی آزادی گفتند سبب رشد رکوردی اقتصاد به وضع پاندمی در سال 2020 ربط دارد. به نظر من در سال 2020 مجموع محصولات داخلی کشور حداقل 15 یا 20% رکود داشت، کم شد و این بستگی ندارد مثل کشورهای دیگر با کرانتین از کار ماندن کارخانه‌های کمشوی جای کار، بلکه بستگی دارد با کمشوی انتقال پول مهاجران. آمار مقامات درباره رشد اقتصاد همیشه از رقم‌هایی که سازمان‌های جهانی مالی پیش بینی می‌کنند زیاد است. از جمله بانک جهانی رشد اقتصاد کشور را در سال گذشته همگی 6% پیش بینی کرده بود و حالا مقامات آن را 9.2% میگویند. برخی تحلیلگران تاکید دارند که برای تحلیل دقیق اعلان مقامات و سنجیدن آن معلومات کافی وجود ندارد. یلنا کوزمینا اقتصاددان از مسکو میگوید مبلغ اعلان کرده مقامات نه با دلار بلکه با سومانی نشان داده شده است و در اینجا سطح تورم را نیز باید به نظر گرفت. من فکر میکنم که این واقعا هم بسیار نشاندادی خیلی بلند است. رشد 9% اقتصادی تاجیکستان بسیار حیرت آور است. رشد را میبایست حداقل ساکنان در خودشان درک کنند. حکومت تاجیکستان امید دارد که سال 2022 سرعت رشد اقتصادی کشور را در سطح نه کم از 8% نگاه می‌دارد، اما بانک جهانی با نظرداشت پیامدهای پاندمی سرعت رشد را همگی 5% پیش بینی کرده است. تحلیلگران مستقل تاکید می‌کنند که چقدر رشد کردن اقتصاد تاجیکستان در سال روان بیشتر به پاندمی و جاری شدن یا نشدن محدودیت‌ها وابستگی دارد. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.